جدما کو گروپین چکدار در باسی هریما عفرینا روجاوای کوردستان بویه و جوی دمی و تا روجاوک ایرو کریارین کشتن رواندن و دستسرکرنا سر مالان در حق عفرینیان ده بردوامه و بدهان ده بنشکنجه ده و ده زیندان چکداران ده شهید بونه. جبلی رواندن ولاتین جرگزا میران ایدی جنو پیر ولاتین به تمن به تومتین جدا تین رواندن کو د چارچوبه هیوا بوری ده به دهان جی کردن هریمه هاتوبون رواندن لگور جدرین خوجهی و رخصتنا مافی مروان لعفرین راگاندنه کو د دوی مها نهان ده لگوند دیرسوانه نافچه شرا گروپن چکدار بهتر جده ولاتیان رواندن و دنا افوان ده جنو پیر ولاتین به تمنجی هبون. صدما وی هلمتی اوا کو تومتا تیکلی و پیوندی به پیده را پیرابونه و الهمبر سربس بردان وان بانگا پریان دکن. ناوین کو هاتنه بلگه کرن اون. ویداد یوسف وقاص 61 سالی، امیره شیخ احمد 6 سالی، مولده عبدالرحمن 52 سالی، نبیها خلیل 55 سالی، لطیفه سیدو 35 سالی، هروها ادهم عمر مجید 5 سالی، هورو منان عثمان 53 سالی، مصطفى جمو 30 سالی، حسن احمد 27 سالی. دهمان روژه ده گروپین چکدار به هلمتکی لگوند ماراتی سر به ناوند باجار عفرین و رابوبون و به دهان جوی گوندی رواندن. جدرین راگهاندنی دانا خویا کرن کود چارچوبه مها بوری ده آن کود طباق ده در دورا 8 جوالاتین کرد هاتن رواندن و چارنویزا بیتری وان ندیاره. هر ده بردوامیا بن بیکران ده در حق کردان ده و گوهارتنا دموغرافیا هرمی چکدارین عمشات لگوند قلمیتلق بزوره ولاتی بناو حکمت حنیف جمال درخست داکو مالباتک عرب دشوناوی ده بجی بکن. و بهاتنا عربان جه پارزگاه ادلبه پروسایا گوهارتنا دموغرافیا هرما چیای کرمیج بردوامه.